تعداد زیادی از علما و دعوتگران اهل سنت از ایران، از افغانستان، از کشورهای مختلف وقتی که در مورد قضیه فلسطین صحبت میکنن، در پشت سرشان یا بک‌گراندی که انتخاب میکنن، چه در مسجد است، چه در استودیو هست، چه در دفتری که برنامه ثبت میکنن، این تصویر است. دوستان عزیز نشون بدن. و اکثر این عزیزان و این دعوتگران فکر میکنن که این تصویر بیت المقدس است، تصویر مسجد الاقصی است. طرف داره در مورد مسجد الاقصی صحبت میکنه، در مورد اسراء و معراج صحبت میکنه، در مورد فلسطین صحبت میکنه. این تصویر رو در پشت سرش قرار داده. تصویر دیگری از نزدیک ببینید، این هست. تشکر میکنم از دوستان عزیز. این تصویر بیت المقدس نیست. یعنی خیلی از علما و دعوتگران عزیز ما متوجه نیستن که این تصویر بیت المقدس نیست. اما چطور شد که این تصویر به عنوان تصویر بیت المقدس منتشر شد و امروز هر کسی که بهش بگی قدس یا بیت المقدس، تصویر ذهنی که داره این تصویر است. علما و دعوتگران ما همیشه این تصویر رو استفاده میکنن. در حتی پوسترهایی که مثلا در دفاتر و بعضی جاها میبینید که زدن، این تصویر است. این از زمانی شروع شد که یا از حماقت و جهالت یا از توطئه‌ای که پشت پرده انجام دادن، زمانی که خمینی اعلان کرد که جمعه آخر ماه رمضان به نام روز جهانی قدس، ماکت این مسجد رو، این مسجد اسمش از قبة الصخره. قبة الصخره یعنی گنبدی بر روی صخره. صخره یعنی تخت سنگ. این تخت سنگ کدام تخت سنگ است؟ تخت سنگی است که ادعا میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم از بالای این تخت سنگ در شب معراج به آسمان رفتن. در سوره اسراء میخوانیم که سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. روی یک تخت سنگی در اونجا ایستادن و از روی این تخت سنگ به معراج رفتن، یعنی به آسمان هفتم رفتن. در زمان عبدالملک ابن مروان اموی بر روی این تخت سنگ یک بنایی ساخته شد با این شکل، با این گنبد، که بعداً در دوره‌های مختلف این گنبد رو با به اصطلاح رنگ طلایی پوشاندن. این مسجد اسمش است مسجد قبة الصخره. یک جای برای نماز هم در اونجا وجود داره. کلاً میشه گفت یک مکان زیارتی است، یک مکان تاریخی است. و این مسجد الاقصی نیست. یا عمدن رژیم خمینی این کارو کرد تا دید مردم رو از مسجد الاقصی اصلی منصرف بکنه، یا از جهالت و نادانیشون. چون که میدونید در دین شیعه مسجد الاقصی وجود نداره. این مسجد الاقصی که در فلسطین است در دین شیعه هیچ قدسیتی نداره. طبق اعتقادات اونها مسجد الاقصی در کجاست؟ در آسمان است. و این مسجدی که در فلسطین به نام مسجد الاقصی است هیچ ارزشی نداره. خب شاید دوستان بپرسن پس مسجد الاقصی واقعی کدام هست؟ امیدوار هستم که بعد از این علما و دعوتگران ما وقتی در مورد فلسطین صحبت میکنن از این تصویر استفاده بکنن در بک‌گراند. شاید زیبایی ظاهری نداره اما زیبایی معنوی رو داره. و این اسم مسجدی است که ما دو مسجد در قرآن کریم ذکر شده، یکی مسجد الحرام است، یکی مسجد الاقصی. این مسجد الاقصی حقیقی است. دوستان عزیز اگر این تصویر رو نشون بدن، این تصویر اصلی مسجد الاقصی است. این گنبد سیاه رنگی که تقریبا میبینید و این بنا، این مسجد الاقصی است. و اون گنبد طلایی که داره اون قبة الصخره است، مسجد الاقصی نیست. مسجد الاقصی حقیقی اینجاست و اینم تصویرش از طرف دیگر. این تصویر رو با کیفیت بالا انتخاب کردم که دوستان ببینن. این گنبد سیاهی که میبینید و این بنای تاریخی، این مسجد الاقصی است. این است دوستان عزیز. امیدوارم که بعد از این عزیزان ما، علما و دعوتگران ما از این تصویر استفاده کنن. این تصویر که از هوا گرفته شده رو خدمت شما عزیزان نشون میدم. این شهر قدس است، این مناطق.
این قبة الصخره است، همون جایی که میگن تخت سنگی بوده که رسول الله صلی الله علیه وسلم از روی این سنگ به معراج رفتن و اینجا مسجد الاقصی هست. این مسجد الاقصی تاریخی اون قسمت است. این محوطه مسجد است از پشت سر و اینجا کلا بناهای تاریخی است، اما اینجا مسجد الاقصی هست و این قبة الصخره است. این مسجد الاقصی نیست، این بیت المقدس نیست، اینجاست. مسجد الاقصی این قسمت است. این رو خواستم که خدمت عزیزان بیان بکنم تا در نظر داشته باشند دعوتگران عزیز.